چند تا دایو خوب زدیم. بعضی وقتا یه سری چیزا رو بهش که فکر میکنی، مثلا تو زندگی شهری که هستی همه درگیر کاریم، درگیر دغدغه، درگیر هزینه‌های بیخود. بعد مثلا میگی که خب این کارا رو میکنی که چی بشه، مثلا آخر دست یه آرامشی داشته باشیم. بعد وقتی میای طبیعت و اینا دور میشی از اون چیزا، به خودت میگی که خب آرامشو که همینه، پس چرا من این همه باید دنبالش بدویم که بعد برسیم به همین آرامشه؟ من شخصا فکر میکنم اگر که یکم ریلکس‌تر و بدون اینکه بخوایم حالا تو زندگی رو واسه مسابقه بدونیم زندگی کنیم،